اداره ملی هوانوردی و فضایی ایالات متحده یا همون ناسا در 29 ژانویه 1958 تأسیس شد و به عنوان یک سازمان مستقل دولتی مسئول برنامه‌های فضایی و هوانوردی آمریکا شناخته می‌شود. هدف اصلی این سازمان پیشبرد علم و فناوری در زمینه‌های فضایی و هوانوردی و همچنین کشف فضا بود. تا آخر ویدیو همراه هم باش تا با تاریخچه ناسا آشنا بشی. مراحل کلیدی تاریخچه ناسا شامل 7 مرحله است. مرحله اول پیش از تأسیس. در دوران جنگ سرد رقابت فضایی بین آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی آغاز شد. پرتاب ماهواره‌ای اسپوتنیک 1 توسط شوروی در سال 1957 آمریکا را به واکنش واداشت. مرحله دوم تأسیس ناسا. پس از موفقیت‌های شوروی، دولت ایالات متحده با ایجاد ناسا تلاش کرد تا برنامه‌های فضایی خود را سازماندهی کند. این سازمان به سرعت به تحقیقات علمی و توسعه فناوری‌های فضایی پرداخت. مورد سوم برنامه مرکوری که از سال 1961 تا سال 1963 بود. اولین برنامه فضایی انسانی ناسا بود که هدف آن فرستادن فضانوردان به فضا و بازگرداندن آنها به زمین بود. فضانوردایی مثل آلن شپرد و جان گلن در این برنامه شرکت کردند. برنامه چهارم برنامه جمینی که از 1965 تا 1966 بود. این برنامه شامل پروازهای 2 نفره و به تست فناوری‌های مورد نیاز برای سفر به ماه کمک کرد. برنامه پنجم و از مهمترین برنامه‌های ناسا برنامه آپولو در سال 1961 تا سال 1972 انجام شد. به عبارتی معروفترین برنامه ناسا که هدف آن فرستادن انسان به ماه بود. در سال 1969 مأموریت آپولو 11 با فضانوردانی چون نیل آرمسترانگ و باز آلدرین به موفقیت رسید و آرمسترانگ به عنوان اولین انسان بر روی ماه قدم گذاشت. 2 برنامه آخر ناسا شامل برنامه شاتل فضایی و اکتشافات پس از شاتل بود که در سالهای 1981 تا 2011 انجام شد. این برنامه به توسعه شاتل‌های فضایی منجر شد که امکان پروازهای مکرر به فضا را فراهم کرد. شاتل‌ها به حمل و نقل فضانوردان و تجهیزات به ایستگاه فضایی بین‌المللی ISS کمک کردند. بعد از پایان برنامه شاتل، ناسا به پروژه‌های جدیدی همچون برنامه آرتمیس برای بازگشت به ماه و اکتشافات مریخی ادامه داد. مریخ نوردها و فضاپیماهای جدید همچون پرسیورنس به بررسی سطح مریخ و جستجوی نشانه‌های حیات پرداختند. این 7 مرحله ناسا دستاوردهای علمی و فناوری زیادی داشت که اولین موردش کشفیات مریخی بود. مأموریت‌هایی مثل مریخ نورد پرسیورنس و SFIRIT به کشف نشانه‌های حیات و مطالعه زمین‌شناسی مریخ کمک کردند. همچنین شواهدی از وجود آب در مریخ گزارش شد که به درک بهتر شرایط حیات در سیارات دیگر کمک می‌کرد. مورد دوم برنامه آپولو بود. نمونه‌هایی از سنگ و خاک ماه به زمین آورده شد که اطلاعات زیادی درباره تاریخ زمین و ماه ارائه کرد. همچنین نمونه‌ها به دانشمندان کمک کرد تا فرآیندهای زمین‌شناسی و تاریخ سیارات را بهتر درک کنند. مورد سوم و چهارم ایستگاه فضایی بین‌المللی ISS و توسعه فناوری‌های نوین بود که این ایستگاه فضایی به عنوان یک آزمایشگاه فضایی تحقیقات در زمینه اثرات جاذبه صفر بر روی بدن انسان و موجودات زنده را ممکن کرده بود. همچنین توسعه تکنولوژی جدید برای زندگی و کار در فضا مثل سیستم‌های تصفیه آب و سیستم‌های انرژی خورشیدی را توسعه داد. و مورد آخر که توسعه فناوری‌های نوین بود،
باعث شد بسیاری از فناوری‌های توسعه یافته برای سفر به فضا در زندگی روزمره مورد استفاده قرار بگیره، مثل فناوری GPS و سیستم‌های ارتباطی. همچنین تحقیقات در زمینه مواد سبک و مقاوم به حرارت برای فضاپیماها به توسعه مواد جدید در صنعت نیز کمک کرد. همینطور که داخل ویدیو دیدید، دستاوردهای علمی ناسا نه تنها به توسعه علم فضایی کمک کرده، بلکه تأثیرات عمیق و مثبتی بر زندگی روزمره و پیشرفت‌های فناوری در زمین داشته. این دستاوردها به ما کمک میکنه تا جهان رو بهتر بشناسیم و به چالش‌های آینده پاسخ مناسبی بدیم.